سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. تو این قسمت میخوایم بریم و کاربردهای بیشتری از اسپلاین ها رو با هم دیگه یاد بگیریم. خب ما با حالا اکسترود آشنا شدیم. تو این قسمت میخوایم بریم و حالا یک پنجره برای این قرار بدیم تا با کاربردهای بیشتری از اسپلاین آشنا بشیم. خب من میام وارد مودیفای میشم از قسمت اکسترود، سگمنتاش رو همون حالت یک قرار میدم. خب برای ساخت پنجره اول از همه ما باید بریم و یک سوراخ یا حفره روی دیوارمون ایجاد بکنیم که برای این کار ما میتونیم بیایم از دستور بولین استفاده بکنیم. به چه صورت؟ به این صورت که اول ما میام یک باکس رسم میکنیم به اندازه اون پنجره‌ای که داریم و میایم اون باکس رو از این دیوار کم میکنیم. خب برای اینکه بهتر متوجه بشین من میام اینجا باکس رو فعال میکنم، گزینه اتوگرید رو هم میزنم تا دقیقاً باکس ما روی این دیوار ساخته بشه. خب به این صورت مثلا من میخوام یک پنجره به این ابعاد اینجا بسازم. به این صورت حالا کلیک موس رو به سمت پایین جابجا میکنم و خب یک کلیک دیگه میکنم تا باکس ما ساخته بشه. خب راست کلیک میکنم تا حالت ساخت باکس هم غیر فعال بشه. ما باید بیایم این باکس رو دقیقاً داخل دیوار قرار بدیم. به این صورت باید از هر دو طرف از دیوار زده باشه بیرون. حالا مهم نیست که اندازه این باکس چقدر هستش، مثلا اینکه این اندازه باشه یا این اندازه هیچ فرقی نداره، ولی مهم هستش که این باکس کامل از دیوار رد شده باشه تا بتونه یک حفره کامل توی دیوار ایجاد بکنه. خب الان من میام این رو یک ذره جابجا میکنم، مثلا اینجا قرار میدم، یک ذره حالا اندازش رو کوچیک‌تر میکنم، مثلا این اندازه. خب الان میام دیوار رو انتخاب میکنم. به این قسمت حتما دقت بکنیم که برای اینکه بیاین و داخل دیوار یک حفره قرار بدین حتما باید خود دیوار رو انتخاب بکنید و بعد بیاین از این قسمت جیومتری وارد این قسمت بشین و وارد بخش کامپوند آبجکتس بشین. و از این قسمت ما گزینه بولین و پروبولین رو داریم که من از پروبولین استفاده میکنم که در واقع حالت پیشرفته تریه. خب میام و گزینه استارت پیکینگ رو میزنم. حتما دقت بکنید که اینجا رو گزینه موو باشه. وقتی رو حالت موو باشه ما استارت پیکینگ رو که بزنیم و بیایم این باکس رو انتخاب بکنیم، این باکس میاد و حالا حذف میشه و داخل دیوار رو خالی میکنه. اگه این قسمت رو حالت سابترکشن باشه یعنی میاد و داخل دیوار رو خالی میکنه که به صورت پیش‌فرض اینا به این صورت هستش. یعنی اینجا روی حالت سابترکشن هستش که میاد این باکس رو از دیوار کم میکنه و روی حالت موو هم هستش که بعد از اینکه ما روی باکس کلیک کردیم خود باکس رو در واقع دیلیت میکنه. به این صورت الان ما اومدیم و داخل این دیوار رو خیلی ساده با استفاده از دستور بولین انجام دادیم. خب من میام یک بار دیگه این کار رو انجام میدم تا شما بیشتر این قسمت رو یاد بگیریم. میام استاندارد پریمیتیو یک باکس و اینجا یک پنجره کوچیک‌تر مثلا میخوام قرار بدم به این صورت و خب یک باکس میسازیم، این رو جابجا میکنیم دقیقاً وسط دیوار و دیوار رو انتخاب میکنیم. از این قسمت وارد کامپوند آبجکتس میشیم، پروبولین رو انتخاب میکنیم، استارت پیکینگ و روی این من کلیک میکنم. به این صورت داخل دیوار ما خالی میشه. اما دقت بکنیم که دیگه از بخش مودیفای جسم ما به پروبولین تغییر پیدا کرده و دیگه ما مودیفایر اکسترود و لاین رو نداریم و نمیتونیم دیگه دیوار رو به اون حالت قبلیش ویرایش بکنیم. خب به این صورت اوکی هستش. ما الان اومدیم و داخل دیوارمون رو سوراخ کردیم. حالا کافیه که بیایم و فریم پنجره رو بسازیم و حالا خود پنجره رو کامل بکنیم که برای این کار میام از یک روش خیلی سریع استفاده میکنم و شما میتونید این روش رو یاد بگیریم و با اون میتونید خیلی سریع در واقع پنجره رو بسازیم. خب برای این کار میایم از اسپلاین استفاده میکنیم. پس وارد بخش اسپلاین میشم رو حالت رکتنگل، چون میخوام یک در واقع پنجره مستطیل شکل اینجا رسم کنیم. قبلا هم گفتم برای اینکه کارمون راحت تر باشه توی رسم شکل‌های دو بعدی بهتره که از نمای دو بعدی استفاده بکنیم. من میام فعلا اتوگرید رو هم غیر فعال میکنم تا شکل ما رو به هم نریزه. میام نمای لفت به این صورت و میخوام یک مستطیل دقیقاً به اندازه همین حفره‌ای که ایجاد کردیم بسازیم. برای اینکه این کار برای ما خیلی راحت تر بشه، دقیقاً مثل جابجا کردن جسم ها که میومدیم از ابزار اسنپ استفاده میکردیم، اینجا میتونیم از ابزار اسنپ استفاده بکنیم. پس من میام اسنپ رو فعال میکنم و راست کلیک میکنم که حتما گزینه ورتکس برای این فعال باشه. گریت پوینت رو غیر فعال میکنم و ورتکس رو فعال میکنم. به این صورت الان نسبت به گوشه اینجا میبینیم که حساس شده، نسبت به گوشه اینجا هم حساس شده. الان رسم شکل برای ما خیلی راحت هستش و میتونیم یک مستطیل دقیقاً به اندازه این رسم کنیم. رکتنگل که فعال، میام اینجا یک کلیک میکنم
کلیک موس رو پایین نگه میدارم به همین صورت و میارمش روی این قسمت. میبینیم به این قسمت دقیق میچسبه و الان میام کلیک موس رو رها میکنم. خب راست کلیک میکنم، برمیگردم به نمای پرسپکتیو با زدن کلید پی. خب این دقیقاً اینجا برای ما ایجاد شده. اسنپ رو غیر فعال میکنم تا زیاد جابجا نشه. به این صورت الان ما این رو دقیقاً اینجا داریم. خب پس ما اومدیم و فریم پنجرمون رو هم ساختیم. الان یک ذره صحنمون شلوغ شده و من میخوام بیام یک ذره صحنه رو خلوت‌تر بکنم و فقط همین پنجره رو داشته باشم، یعنی آبجکت های دیگه مزاحم کار من نشه. برای این کار ما میتونیم بیایم از ایزوله کردن استفاده بکنیم که اینجا هستش. در واقع ما اینجا این گزینه رو داریم که شورتکاتش هم آلت و کیو هستش که اگه این رو بزنیم همه آبجکت ها در واقع مخفی میشن و فقط ما این رو داریم که اگه دوباره این رو بزنیم بقیه آبجکت ها برمیگردن. خب من فعلا این رو به این صورت اینجا دارم. خب الان ما باید بیایم و مثلا فریم پنجره رو که الان ساختیم قسمت مثلا خود پنجره رو هم بسازیم. مثلا ممکنه پنجره ما حالت سه تایی داشته باشه، پس ما باید دو تا خط اینجا مثلا ایجاد بکنیم تا سه تا پنجره کنار هم دیگه داشته باشیم. برای این کار ما باید بیایم از کرییت لاین استفاده بکنیم که در واقع به همین شکلی که ساختیم لاین اضافه بکنیم. خب من میام نمای لفت برای اینکه کارمون راحت تر بشه. خب این رو باید تبدیلش بکنیم به editable اسپلاین تا به پارامترهاش دسترسی داشته باشیم. convert to editable اسپلاین. خب من باید بیام و توی این قسمت ها مثلا توی این راستا و این راستا دو تا خط قرار بدم. برای اینکه خیلی راحت بتونم توی این قسمت خط قرار بدم میام اول از همه اینجا ورتکس اضافه میکنم تا بتونم با استفاده از ابزار اسنپ خطی که ایجاد میکنم دقیقاً به اون ورتکس وصل بشه. برای این کار میتونیم بیایم از ریفاین استفاده بکنیم، مثلا یک ورتکس این قسمت، یک ورتکس هم این قسمت اضافه بکنیم، یکم اینجا یکم اینجا. اما خب اینا دقیق روبروی همدیگه قرار ندارن و اگه من بیام از کرییت لاین استفاده بکنم اسنپ رو هم فعالش میکنم با زدن کلید اس، مثلا اینجا کلیک میکنم، بعد دقت بکنید که کلیک موس رو رهاش کردم و یک کلیک دیگه اینجا و راست کلیک میکنم. اینجا برای ما شکلمون ساخته شد اما دیگه صاف و حالا مستقیم عمودی نیستش. پس ما باید بیایم اول از همه ورتکس هامون رو روبروی همدیگه قرار بدیم. خب من کنترل زد میزنم و میام این ورتکس هایی که ساختم رو هم انتخاب میکنم و دلت رو میزنم، از روی کیبورد دلت رو میزنم تا پاک بشه. خب از یک روش دیگه ما میتونیم ورتکس در واقع اضافه بکنیم و با فاصله مثلا یکسان از همدیگه قرار بگیرم. برای این کار باید بیایم رو حالت سگمنت. پس من دور میزنم تا حالت سگمنت برای ما اینجا فعال بشه. خب میام سگمنت بالا و پایین رو به این صورت انتخاب میکنم و میام از این قسمت پایین اینجا ما چند تا ورتکس میخوایم، مثلا دو تا ورتکس برای سگمنت بالا، دو تا برای سگمنت پایین میخوایم. خب پس ما میایم از گزینه دیواید استفاده میکنیم. تعداد ورتکس هایی که میخوایم چقدر هستش؟ تعدادش 2 تا هستش. پس من این رو روی 2 میذارم و دیواید رو میزنم. به این صورت میبینیم که یک ورتکس اینجا و یک ورتکس اینجا روبروی هم دیگه قرار دارن. حالا اگه ما بیایم یک سگمنت رو انتخاب بکنیم هم دقیقاً به همین صورت هستش، یعنی دیواید رو بزنیم فقط برای این سگمنت میاد ورتکس اضافه میکنه و اگه این رو انتخاب بکنیم و دیواید رو هم بزنیم دقیقاً به این صورت هستش. خب الان میتونیم بیایم و ورتکس هامون رو انتخاب بکنیم، ببخشید اسنپ رو فعال بکنیم و با استفاده از کرییت لاین این قسمت و این قسمت رو سگمنت اضافه بکنیم. خب من برمیگردم به قسمت کرییت لاین، روی این قسمت کلیک میکنم، اسنپ رو فعال میکنم، روی این قسمت کلیک میکنم و بعد روی این قسمت و باز اینجا روی این قسمت کلیک میکنم و بعد روی این قسمت. خب به همین صورت خوبه. خب حالا اگه بخوایم پنجره وسط رو مثلا کوچیک‌ترش بکنیم خیلی راحت میتونیم بیایم یک رو بزنیم رو حالت ورتکس بیایم و ورتکس ها این قسمت رو مثلا جابجا بکنیم. البته باید اسنپ غیر فعال باشه. رو توی محور ایکس مثلا به این سمت جابجا بکنیم، اینا رو هم به این سمت تا مثلا پنجره وسط کوچیک‌تر بشه یا مثلا اندازه بقیه بشه. خب به این صورت ما اومدیم و فریم پنجره‌مون رو ساختیم. به این صورت هستش و الان میام از حالت ایزولم خارج میشیم به این صورت. خب این رو ما باید بریم و حالا وسط دیوار قرار بدیم به این صورت. خب اینجا خوبه. حالا ما باید بیایم و به این حجم بدیم. برای حجم دادن به این ما میتونیم بیایم از مودیفایر سویپ استفاده بکنیم. اکسترود دیدیم که به کل جسممون در واقع حجم میده و اون رو تبدیلش میکنه به یک جسم سه بعدی. اما با استفاده از سویپ میتونیم در واقع
تو طول این مسیری که با لاین رسم کردیم بهش حجم میدیم. حالا اینکه بیایم و مودیفایر سویپ رو بهش اعمال بکنیم بهتر متوجه میشین. من سویپ رو در واقع انتخاب میکنم، S و W رو میزنم، سویپ انتخاب میشه و اینتر رو میزنم. میبینیم که در واقع این لاینی که ما رسم کرده بودیم الان حجم گرفت که الان حالت المانند داره که ما میتونیم این نوعش رو تغییر بدیم. کافیه که بیایم از این قسمت، در واقع این قسمت که الان رو حالت انگل هستش، این رو حالت بار بذاریم تا یک حالت مکعبی شکل به این صورت بگیره، یا مثلا رو حالت سیلندر بذاریم تا حالت گرد مانند بگیره. حالت‌های مختلفی داره که ما میتونیم از اینجا براش در نظر بگیریم. خب من رو حالت بار میذارم تا یک حالت مکعبی شکل داشته باشه و میام پارامترهای این رو تغییر میدم. از این قسمت پارامتر میتونیم طول، عرض و حالا کورنر ریدیسش رو مشخص بکنیم که کورنر ریدیس همون در واقع نرمی لبه ها هستش. خب من میام مقدار لنثش رو کم میکنم تا ضخامت کمتری داشته باشه به این صورت. ویتش رو هم بیشتر میکنیم. خب خوبه یک ذره بهش کورنر ریدیس میدیم تا لبه این نرمتر بشه و یک حالت طبیعی تری به خودش بگیره، مثلا یک همچین حالتی داشته باشه. خب از حالت ایزوله خارجش میکنیم. ما یک همچین چیزی اینجا داریم. برای اینکه حالت پنجرمون پیشرفته تر بشه میتونیم بیایم و یک ذره قسمت فریم داخلیش رو هم بسازیم که برای این کار من میام از همین پنجره داخل خودش یک کپی میگیرم. پس کنترل V میزنم تا داخل خودش یک کپی ازش بگیریم. رو حالت کپی هم قرار میدم، اما میام پارامترهاش رو تغییر میدم. الان داخل خودش یک کپی ازش گرفتیم که میام پارامترهاش رو تغییر میدم. مثلا ویتش رو بیشتر میکنم، میبینیم که یک حالت بیرون زدگی برای ما درست میکنه و لنسش رو هم کمتر میکنیم تا یک ذره به سمت داخل کوچیک‌تر بشه به این صورت. الان دو تا فریم در واقع داخل هم دیگه قرار گرفتن که باعث میشه کار ما قشنگتر بشه. حالا برای اینکه شیشه این رو بتونیم بسازیم من میام باز از این داخل خودش یک کپی میگیرم، کنترل V رو حالت کپی و اوکی رو میزنم. این دفعه میام مودیفایر سویپ رو پاکش میکنم از این قسمت و به جاش مودیفایر اکسترود رو بهش میدم. خب اکسترودش خیلی زیاده دیگه، ما باید کمتر بذاریم. مثلا مقدار 0.2 رو بهش میدم، 0.2 سانتی متر که میشه ضخامت پنجره ما. به این صورت ما اومدیم و این پنجره رو ساختیم. الان برای اینکه همه قسمت های این پنجره به هم دیگه وصل باشن بهتره که اینا رو تبدیلش بکنیم به یک گروپ یا گروه. برای این کار ما باید بیایم همه پارت های این رو انتخاب بکنیم. مثلا شیشه انتخاب باشه، فریم داخل و فریم بیرونی رو انتخاب بکنیم. با نگه داشتن کنترل هر سه تاش با هم دیگه انتخاب میشن به این صورت. خب کنترل زد میزنم و از بخش گروپ میتونیم اینا رو به یک گروپ تبدیلش بکنیم. من گروپ رو میزنم و روی این قسمت باز گروپ کلیک میکنم. این پنجره برای ما میاد که میتونیم اسمش رو مشخص بکنیم. مثلا من میذارم ویندو و اوکی رو میزنم. خب ما اومدیم الان پنجره این قسمت رو ساختیم. اگه بخوایم این رو ویرایشش بکنیم باید از حالت گروپ درش بیاریم، چون دیگه ما تو این قسمت لیست مودیفایر هاش رو نداریم که ما باید بیایم از قسمت گروپ اوپن رو بزنیم تا گروپ این باز بشه. حالا کنترل زد میزنم، یا اگه آن گروپ رو بزنیم دیگه کلا گروپش پاک میشه. خب فعلا بذاریم به همین حالت بمونه. حالا برای اینکه این قسمت رو باز بهتر متوجه بشین من میام برای این قسمت باز با همین روش یک پنجره قرار میدم. برای این کار میام نمای لفت، الان اومدم نمای فرانت و خب میام از رکتنگل استفاده میکنم به این صورت و اسنپ رو میزنم تا نسبت به گوشه حساس بشه. یک مستطیل اینجا رسم میکنم و خب این رو تبدیلش میکنم به ادیتیبل اسپلاین. این دفعه میخوام در واقع یک خط به صورت افقی قرار بدیم، یعنی به این صورت. خب برای این کار میام سگمنت های اینجا رو انتخاب میکنم. تعداد خطایی که میخوام اضافه بکنم هم یکی هستش، پس میام و دیوایدش رو عدد 1 قرار میدم. این صورت دیواید رو میزنم و دقیقاً مرکز این سگمنت ها ورتکس اضافه میشه. حالا میام ورتکس ها رو انتخاب میکنم و این رو به سمت بالا جابجا میکنم به این صورت. اگه مثلا دیدین که این دستک ها مزاحم کار میشه، البته الان مزاحم نیستش، ولی اگه دیدین مزاحم کارتون شد کافیه که این رو تبدیلش بکنین به کورنر به این صورت. خب الان ما اینا رو به هم دیگه اینا رو آوردیم بالا و الان باید به هم دیگه وصلشون بکنیم که برای این کار میایم و از کرییت لاین استفاده میکنیم. کرییت لاین رو من فعال میکنم، اسنپ هم فعال باشه، یک کلیک اینجا و یک کلیک اینجا. به این صورت الان پنجره ما ساخته شد و ما باید بیایم بهش حجم بدیم که برای این کار میایم و از مودیفایر سویپ استفاده میکنیم. سویپ رو من انتخاب میکنم، حالت بار براش فعال باشه
ضخامت و حالا عرضش رو میتونیم مشخص بکنیم. من این رو کمتر میکنم، این یکی رو مثلا بیشتر به این صورت و یک ذره بهش کورنر ریدیس میدیم به این صورت. خب از خودش داخل خودش کپی میگیرم، کنترل وی میزنم رو حالت کپی و میام باز پارامترش رو تغییر میدم، لنسش رو کمتر میکنم، ویتش رو بیشتر به این صورت. خب و باز از خودش داخل خودش کپی میگیرم، کنترل وی میزنم رو حالت کپی باشه و این دفعه سویپ رو پاک میکنیم و مودیفایر اکسترود رو من بهش اضافه میکنم و مقدارش هم 2 باشه که دیگه ضخامت پنجرمون باشه. حالا هر سه تا رو با هم دیگه انتخاب میکنم و گروپ رو میزنم به همین صورت. پس به همین سادگی ما اومدیم و پنجره این قسمت رو هم ساختیم. این رو من جابجا میکنم، اسنپ رو غیر فعال میکنم و توی این قسمت قرار میدم. حالا اگه بعد وقتا میبینین که پنجرهتون در واقع رفته توی دیوار، میتونیم بیاین و یک ذره این رو کوچیک‌ترش هم بکنیم، مثلا به این صورت که فریم هایی که در واقع توی دیوار رفتن مقدارشون کمتر بشن، یعنی کمتر برن توی دیوار. خب به این صورت خوبه. پس همین سادی ما میتونیم بیایم و حالا پنجره بسازیم که یک روش خیلی سریع هستش که ما حالا هر مدل پنجره‌ای بهمون بدن خیلی ساده میتونیم با این روش بسازیم که توی پک مدل سازی دیگه پنجره‌های مختلفی رو یاد میگیریم که با همین روش بسازیم. مثلا پنجرهایی که در واقع بالاشون حالت کمان مانند داره و حالا حالت‌های مختلفی دارن رو کامل توی پک مدل سازی با هم دیگه یاد میگیریم. خب برای این قسمت کافی. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. موفق باشید. خدا نگهدار.